بینندگان عزیز سلام. گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل لرزه بر اندام ادعاهای طالبان انداخته است. در حالی که کابل با لجاجت حضور هر گونه هسته تروریستی را انکار می‌کند، اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که افغانستان به اتاق جنگ تروریسم بین‌الملل تبدیل شده است. از حضور رهبران ارشد القاعده در قلب کابل گرفته تا استقرار بازوی رسانه‌ای آنها در هرات، این گزارش ثابت می‌کند که جغرافیای افغانستان نه یک دولت مسئول که به پناهگاهی امن برای بازسازی شبکه‌های ویرانگر جهانی مبدل گشته است. اما ابعاد فاجعه فراتر از میهمان نوازی است. گزارش‌ها حاکی از یک استراتژی ادغام خطرناک است. پیوستن 250 شبه نظامی اویغور به صفوف پلیس طالبان و توزیع اسناد هویتی برای جنگجویان خارجی نشان دهنده رسمی سازی تروریسم زیر پرچم اداره کابل است. امروز گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان نه تنها مخفی نیستند، بلکه با برخورداری از حمایت‌های لوجستیکی و مشاوره‌های نظامی القاعده در خاک افغانستان، امنیت کل منطقه را به بازی گرفته و مرزها را به آتش کشیدند. وضعیت بحرانی شمال و شرق کشور است. تمرکز شبه نظامیان در بدخشان و استفاده از منابع ملی ما یعنی معادن و کشت خشخاش برای تأمین مالی جهاد فرامرزی افغانستان را به انبار باروت آسیا تبدیل کرده است. در حالی که داعش خراسان در حال بازسازی ظرفیت‌های خود برای عملیات‌های خارجی است، جهان با واقعیتی تلخ روبروست. هیچ کشور عضوی در سازمان ملل دیگر ادعاهای طالبان را باور نمی‌کند. افغانستان تحت کنترل حالا به پایگاه آموزشی تبدیل شده که فراتر از مرزها را نشانه رفته است.